ما ایمان داریم که در یک ما او پروردگار 700 متیه. در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قحطی و از بین آمد میگه. دیگه به درجه شد که مال و متاع کم شد، تمام مال و متاع و تجارت در بازارها قطع شد، مگر این که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مال و متاعش ماند. سوداگرها پیش حضرت عثمان آمدن گفتند که بسیار کم بضاعتی قشاقی عثمان، مالات چند می فروشی؟ حضرت عثمان گفت ولی من مالام نمی فروشم، نرخش یک برابر بالا برداشتن گفت نمی فروشم. روز سوم آمدن نرخ 3 برابر کردن گفت نمی فروشم. هفته گذشت که مردم در کم بضاعتی آمد، نرخ مالای حضرت عثمان 7 برابر کردن. معرفه